خب عکسش میشه. خب به نام خدا سلام. همه هستین امروز انگار. جاتون هم کم اوکی، یاد گرفتیم کجا بشینید. خب هفته قبل کلاس نداشتیم درسته؟ خب یادتون هفته قبلش چی بود؟ آره. زبون مثلا در مورد است. امروز در مورد چیه؟ روح؟ آره در مورد روح و ستون‌ها. خب در مورد رخ‌ها بچه‌ها، رخ‌ها یه توضیح کوچیک هم دادم سر قبلتون. خیلی دست کم میگیرنشون، چون که ما تو گسترش سوارها اولویت با چیه؟ سوارهای سبکه. بعضیا به خصوص مبتدی یادشون میره از رخ‌ها استفاده کنن. رخ‌ها یه نیروی خیلی بزرگیه که میدونی که از یعنی بعد از وزیر میشه رخ دیگه. و رخ‌ها رو اگه ما تو باز نگیریم دچار مشکلات بزرگ خواهیم شد، به خصوص اگر اینکه ستون‌های باز یا نیمه باز وجود داشته باشن. ما باید سعی کنیم جای خوب پیدا کنیم براشون. ما از اول می‌خوایم یه سری مسائل شما میدونید، ستون باز چیه، نیمه باز چیه، چیکار باید بکنیم به صورت علمی. می‌خوایم از پایه اینا رو تعریف کنیم که ببینیم اصلا ستون‌های باز چی هستن، ستون‌های نیمه باز چی هستن، چه کار باید بکنیم، چه جوری ایجادشون کنیم، چه حالت‌هایش بهتره، چه حالت‌هایش بدتره و در نهایت برسیم به مثال‌های مختلف. رخ‌ها چطور میشه استفاده کرد؟ خب بازی که شروع میشه هیچ ستون بازی وجود نداره. این همه ستون‌ها بستن. یعنی چی ستون بسته؟ سرباز حرکت نکرده. یعنی هر ستونی که دو تا پیاده، یعنی هم پیاده ما هم پیاده حریفش باشه بهش میگن ستون بسته. اگه هیچ پیاده نباشه بهش میگن ستون باز. اگر یه پیاده باشه میگن ستون نیمه باز. حالا جالبه مثلا طبق ترس اگر دو تا پیاده حریفمون دو باشن باز میشه نیمه باز. اگه دو طرف پیاده داشته باشن میشه فقط بسته. اگه یه ستون یه نفر دو تا پیاده دوب داشته باشه میشه نیمه باز. جان آره اگه دو طرف پیاده داشته باشه تمام ستون‌ها بستن. بازی که شروع میشه تمام ستون‌ها بسته هستن. حالا به چند طریق ستون‌های باز و نیمه باز ایجاد میشه. ما می‌خوایم ببینیم چه جوری اینا. مثلا چیز حدود مثلا 100 سال پیش نیمزوویچ یه تعریف دیگه داشت. میگفت هر ستونی که ما خودمون پیاده توش نداریم ستون بازه. اون موقع تازه شروع شده بود دیگه، البته بعداً تعریف‌ها تغییر کرده. هیچ کس هیچ تعریف وجود نداشت، برای خودش دوست داشت تعریف درست کنه. منظورش این بود که هر جایی که ما پیاده نداریم فعالیت بیشتری رخامون میتونن اونجا داشته باشن. به همه اینا رو گفت ستون باز. اگه مثلا اون هیچ دو طرف اصلا نداشت اون ستون باز اونجا تعریف نکرده بود. مثلا میگم اگر دو تا پیاده نباشه میشه ستون باز برای دو طرف. اگه یه طرف پیاده نداشته باشه اون طرفی که پیاده نداره برای ستون بازه. حتی اگه نگاه که رخمو برداریم بذاریم جلوی پیاده میشه ستون باز برای ما. تعریفش این بود. حالا این رو تعریف‌ها تغییر کردن. ما هر ستونی که هیچ پیاده که دو طرف توش پیاده دارن میگیم ستون باز بسته. و این ستون‌ها برای رخ‌ها معمولا خوب نیستند. فقط ما پیاده داشته باشیم اونم میشه ستون نیمه باز. ولی برای حریف میتونه استفاده کنه دیگه. حالا اینا تعریف می‌کنیم. خب این ستون چی الان؟ بازه. بچه ستون باز ستونی که هیچ کس پیاده توش نداشته باشه. خب این خیلی اهمیت پیدا میکنه. بچه ستون‌های باز معمولاً از تعویض پیاده‌ها ایجاد میشن. معمولاً اینجوریه. آره دیگه مثلا پیاده یه اهرم ایجاد کنه با یه پیاده دیگه،
بعد ما مثلا بزنیمش یا اون ما رو بزنه. حالا اگه با پیاده یا سوار پس بگیریم، مثل ستون‌های باز و نیمه باز ایجاد میشن. تو تعویض‌های متقارن معمولاً حالا توضیح میدیم ستون‌های باز ایجاد خواهند شد. خب ستون‌های باز از این نظر اهمیت دارن که اگه ما با رخامون نگیریم ممکنه حریف بگیرش و یه قدرت خیلی زیادی برای حریف میشه. ولی نیمه باز میتونیم. آره نیمه باز برای خودمون باشه. آره در مورد نیمه باز زیاد صحبت می‌کنیم. آره خیلی در مورد نیمه باز به خصوص خیلی صحبت داره. ستون‌های باز اگر یه نفر بتونه کنترل کنه از خودش هیچ ارزشی نداره. ارزشش به اینه که از ستون‌های باز ما میتونیم حمله کنیم، حرکت کنیم به قلمرو حریف. مثلا عرض 7 و عرض 8 بعداً اگه تسلط داشته باشیم ممکنه بتونیم به این ارزهای 7 و 8 نفوذ کنیم و برتری بگیریم و اونجا یه عامل مؤثر دیگه واقعا. ولی حالت عادیش کار خاصی نمی‌کنه. تهدید اصلیش این هست. یه چیزی هم بدونید قبل از که اصلا رخ‌ها بیان تو ستون‌های باز یا نیمه باز همون تو عرض یک تحرک خوبی دارند. یعنی وقتی ما گسترش رو تکمیل می‌کنیم دیگه میگه وزیر رو برمی‌داریم، آخرین مرحله که چی بشه رخ‌ها به هم ارتباط پیدا کنن. همین پشت فضای خودمون یه فضای خوبیه براشون، ولی ما خیلی فعال نیستن. درسته؟ پیاده‌هامون جلوشونه. ما باید جاشون رو تغییر بدیم به جایی که خودمون پیاده نداریم. حالا اگه حریف هم پیاده نداشته باشیم میشه ستون باز. اگه ما پیاده نداشته باشیم حریف پیاده داشته باشیم میشه ستون نیمه باز. حالا چند ستون نیمه باز داریم؟ دو تا. ستون‌های دی و ای. خب کدومش مناسب رخ‌های ماست؟ دی. کدومش مناسب رخ‌های اونه بیشتر؟ ای. حالا ممکن ما رخمون رو بذاریم پشت این به خاطری که حمایت کنیم این رو، ولی یا از فضای پشتش استفاده کنیم، ولی در اصل اونه که بیشترین استفاده رو داره. باشه اگر یه رخ بیاد این جلوی پیاده ما چند تا خونه است؟ 1 2 3 4. این فضا رو که میتونه استفاده کنه؟ سیاه. 4 تا خونه. 3 تا هم پشت پیاده است که برای ما هستش. یعنی این پیاده رو اگه ما حفاظ در نظر بگیریم، یه عاملی برای بسته شدن ستون در نظر بگیریم که ستون رو بسته 4 تا خونه جلوش داره که میشه برای حریف، 3 تا خونه پشتش داره که میشه برای ما. خب این به نفع کیه؟ به نفع سیاهه. 4 تا ستون 4 تا چی داره؟ خونه داره برای استفاده. میشه نسبت 4 به 3 توی نیمه باز نسبت 4 خونه به 3 خونه برتری داره. فضا داره. این یکی چند تا داره؟ 1 2 3 4 5. 5 به 2. خب پس ما میگیم نسبت فضای سفید به نسبت فضای سیاه تو ستون‌های نیمه باز بیشتره. این چنده بشمارید همیشه. 1 2 3 4 5 جلوی پیاده رو بشمارید. ببینید ستون نیمه باز 5 به 2. اینجا چیه؟ 4 به 3. همینجا ما نتیجه میگیریم که فضای سفید در مجموع بیشتره. این عاملایی که خیلی مهمه که شما خیلی راحت میتونید تعیین کنید. میگم اگه پیاده ما داخل E5 بود، بعد اون موقع فضای پشت پیاده اینا همین دیگه داشتن میزدن تو اهرام بودن. اگه پیاده ما داخل E5 بود، اهرامی هم نبود. خب بعد این ستون نیمه بازه فضای پشتش بیشتر میشه برای ما. خب بعد الان این خب دیگه خوبه دیگه. آره یه فضای خیلی خوب برای ما، ولی به هر حال ستون نیمه بازه. یعنی باز برای بهتره. آره به شرطی که حالا توضیح میدم. این پیاده البته اگر این پیاده روند حمایت شده باشه اصلا فرق میکنه دیگه. یعنی جولان اومده باشه یه فاز خیلی خوبه، ستون کامل بسته، تاثیر خوبی برای اون نخواهد داشت. اومد دفاع کنه که پیاده نیاد کنه. توضیح میدم. ما الان نظرمون اینه که جایی که پیاده نیست برای رخ‌های خودمون خوبه. همینجا هم برای رخ‌های اون خوبه دیگه. چند تا خونه است؟ 1 2 3 4 تا خونه داره. در صورتی که مثلا سر جاش باشه تو F8 باشه هیچ خونه‌ای برای فضایی برای تحرک نداره. قدرتش محدود شده. یعنی همینجا هم میگه ولی برای این بهتره چون 5 تا خونه است. خب شامل بزرگ. الان چند تا ستون باز
باز است، مثلا کار ستون باز نداره. خب پس ما ستون‌های باز و نیمه باز رو دیدیم، ستون بسته هم دیدیم. یه نوع دیگه هست که ما بتونیم از رخ‌ها استفاده کنیم. در اصطلاح بهش میگن بالا انداختن رخ. آره، یعنی رخ میاد جلوی پیاده‌های خودمون و یه فضایی برای خودش ایجاد میکنه. این خیلی مرسوم نیست. میدونین چرا؟ به دو دلیل. یکی اینکه خود رخ خطرناکه، به خصوص شروع بازی ممکن گیر کنه، سوار حریف بزننش. دوم اینکه ارتباطش با رخ خودمون قطع میشه. یعنی ممکنه به یه ستون چیز بیاد بگه رخ ها نتونه حمایت کنه، ستون از دست بده. سوم اینکه عرض 1 2 یا 7 8 خودمون ضعیف میشه. ولی خب خیلی موقع میشه این کار انجام داد. یه تکنیک مثلا هر آروم باشه. توی هر مثلا 100 تا بازی ممکن 4 5 تا 3 4 تاشم همچین چیزی پیش بیاد، یعنی خوب باشه کارو بکنید. مثلا نگاه کنید این آ4 بکنید، مثلا رخ بیان آ3 برید داخل جناح شاه، اگه موقعیتش باشه ها، بعد از این خونه‌ها به بلندی حریف حمله کنید. حالا چیزی که بیشتر باز مرسومه توی وضعیت شاور بزرگم بریم رخ می‌تونیم بزنیم. اصلا در مورد داخل وضعیت نیست. اصلا در مورد وضعیت صحبت نمی‌کنه، فقط در مورد ستون‌های اینکه رخ می‌خواد بیاد جلوی پیاده خودمون. اینجوری بیشتر دیده میشه. اول صدا در نیاد. دست در نیاد. خب این حالت بیشتر هست. چون که این سری سواره اینجا هستن دیگه، خیلی فانتزی رخ هست اینجا برسونی کمتر میشه. ولی این رخ معمولا اینجوری تو حمله بعضی موقع قابل استفاده هست. یعنی تو بعضی واریانت‌ها، بعضی شروع‌ها، بعضی الگوها این استفاده میشه. دیدین خودتون. مثلا داخل 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 دیگه بسته به وضعیت دیگه، اینجوری دو تاشون اومدن. بچه‌ها ارزش این رخ‌هایی که میان جلوی پیاده، یعنی به قولن بالا اومدن، بهش میگن بالا انداختن رخ، اینا به اینه که پیاده خودمون زیاد حرکت نکرده باشه. مثلا اگه یه رخی بیاد اینجا ارزشش کمتره دیگه. می‌بینید چند تا خونه خونه داره. از اینجا 1 2 3 4 تا خونه فضا داره. این زیاد استفاده نمیشه ها، ولی ببینید همچین کاری هم بعضی حالت‌ها میشه کرد. مثلا یکی از دوستان بازیاشو برام فرستاده بود، میگه من بازیامو بررسی کنم این اشکالام کجاست. بازیکن خوبی هم هست از شمال. بازیاشو بررسی کردم. یکی از چیزایی که دیدم به شروع بازی تو عوض کنی و با هم چک کردیم، شروع بازیش عوض کرد. یه سری فایل براش فرستادم، یه سری راهنمایی کردم، شروع بازیش درجه 1 کرد. شروع بازی می‌کرد که خوب نبود، مناسب رویش نبود اصلا و درجه 2 بودن. اونا که انجام داد. دیگه حالا چه کار داره شروع کنه؟ آره. حالا هر چی ولی تو بازیاش متوجه شدم از هر 10 تا بازی تقریبا 4 تا بازی با پاش میاد جلو پیاده‌اش. و عامل بدی هم هست تو موقعیتی که اصلا نباید این کارو بکنه. بهش گفتم شما رخت میاری جلوی پیاده‌ها، این حالتهای خاصی میشه این کار انجام داد، نه که همیشه به صورت عادت این کار انجام بدی. این خوب نیست. خیلی جا هم به ضررش میشد. رخ گیر میکرد، رخ باعث میشه که عرض هشت خودش یا یک دو خودش ضعیف بشه، ارتباط رخ نداشت و رخ بی‌معنی میشد خیلی جا. خب و اینم بهش من گفتم، حالا نمیدونم چقدر انجام داده، بعدش دیگه بازیاشو نفرستاده. این زیاد استفاده نمیشه، بدونین هست. خب سمینا چند نمونه ستون داریم از نظر اینکه باز و بسته بودن؟ 3 تا. بگو. میدونم یالا گفتم. باز بسته و آفرین. یه سری ستون‌ها هم هستن که رخ ممکنه بیاد جلوی پیاده که ما مورد بحثمون زیاد نیست، بهش میگن بالا انداختن رخ. یعنی ساختار پیاده تغییر نکرده، ما رخمون جای فقط تغییر دادیم از جلوی پیاده‌های خودمون. خب ولی بچه‌ها اون نیمه بازهای مقدار از نظر علمی ممکن در موردش صحبت کنیم چطوری به وجود میان. بچه‌ها ستون‌های نیمه باز که به وجود میان، یه نکته‌ای که وجود داره این هست که ستون‌های نیمه باز رخ‌ها و خصوصا اگه ستون باز دیگه هم نباشه، رخ‌ها روبروی هم قرار نمیگیرن و اگه وقتی ستون باز باشه معمولا رخ‌ها میان تعویض میشن، 4 تا رخ تعویض میشه معمولا و وقتی تعویض شد
یه نیروی خیلی زیادی از بازی خارج میشه و احتمال اینکه مثلا بشه طرحهای حمله رو ایجاد کرد معمولا کمتر میشه به نسبت، حالا هر وضعیتی فرق میکنه. به تو ستون‌های نیمه باز هنوز مشخص نیست رخ‌ها کی با هم برخورد میکنن و ستون‌ها کی قراره باز بشن. تو ستون‌های نیمه باز حالا انواع مختلف دارن که چجوری ایجاد میشن. این ایجاد شدنش بهش دقت کنید. بچه‌ها ستون‌های نیمه باز معمولا با اهرم ایجاد میشن. با چی؟ اهرم، یعنی پیاده هم دیگه رو میزنن، یه سری ستون‌های نیمه باز ممکنه ایجاد بشن. خب مثلا ما اینو میزنیم، اگه با سوار بزنتش ما دو تا ستون نیمه باز داریم یا نداریم؟ نه، دو تا ستون نیمه باز داریم، اصلا کار نداریم. اصلا موضوعمون شروع بازی نیست الان. کل بازی. نه، در مورد ساختار پیاده داریم صحبت می‌کنیم. الان دو تا ستون چی ایجاد شد؟ نیمه باز، یعنی اهرم ما زدیم با سوار بس گرفت، با پیاده بس نگرفت. دو تا ستون نیمه باز ایجاد شد، ستون C و ستون D. که این دو تا ستون نیمه باز کنار همن. ولی اگه با پیاده میزدش ستون‌های نیمه باز یه ستون فاصله میفته بینش. متوجه شدین؟ خب یعنی ستون نیمه باز یه ستون فاصله میفته، ولی اگه با سوار میزد چی میشد؟ کنار هم قرار میگرفتن. خب پس این یه اختلاف. خب بعضی موقع ستون‌های نیمه باز اینجوری ایجاد میشن. مثلا یه پیاده یه طرف ما میدیم، یه طرف یه پیاده میگیریم، دو تا ستون نیمه باز ایجاد میشه. مثلا اینجوری. اینا مثلا خیلی هستن دورن دیگه، اینجوری هم ممکنه ایجاد بشن. درسته آرسان؟ یعنی ممکنه بعضی ستون‌های باز نیمه باز با اهرم‌ها ایجاد بشن. حالا اهرم‌ها اگه بزنیم اگر با پیاده پس بگیره بخواد ستون نیمه باز ایجاد بشه میشه چی؟ فاصله شون میشه یه ستون. اگه با سوار پس بگیره میشه کنار هم، دو تا ستون نیمه باز کنار هم. اگر هم ما پیاده ها رو یه جوری مثلا یه پیاده یه طرف صفحه بدیم، اون طرف مثلا یکی دیگه بگیره، مثلا ازش بگیریم، اینجوری همچین حالتی میشه دو تا ستون نیمه باز مثلا دور از هم که بعضی موقع ممکنه باعث اکثریت پیاده‌ای هم بشن اینطور مواقع. مثلا این طرف با این طرف مثلا مختلفه دیگه. مثلا ما الان تو جنایش‌ها چی داریم؟ اکثریت پیاده‌ای داریم، مثلا الان اینا رو حساب نکنیم. تا وقتی که این پیاده دی هست قابل استفاده نیست که بتونیم روند درست کنیم. خب بچه‌ها بعضی موقع ستون‌های نیمه باز میدونی چطوری وجود میان؟ هیچ اهرم پیاده‌ای وجود نداره. با دوب شدن پیاده هاست. یه تعویضای انجام میشه، پیاده ها از ستون خودشون جابجا میشن. اینطوری یه ستون باز برای ما ایجاد میشه، یه ستون نیمه باز مثلا برای ما یا حریف ایجاد میشه، یه نفر ستون نیمه باز نداره. خب مثلا نگاه کن اصل بذاره سیسه بزنش. الان نگاه کن این ستون نیمه باز ایجاد شد، درسته؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه پیاده ها دوب شدن. جا به ارزش پیاده دوب شدن میارزه ستون؟ نه ما نمیگیم الان خوبه یا بده. واسه که وضعیت داره. پیاده دوب که در موردش صحبت کردیم خیلی چند جلسه. یه معایب خودشو دارن. درسته؟ ولی خب ما میگیم ستون‌های نیمه باز اینجوری ایجاد میشن. درسته؟ حالا یکی از مزایاش نیمه باز اینه که برای چی ایجاد میشه؟ یه فضا ایجاد میشه. ولی خب اینا معایب خودشون سر جای خودش. حالا و با توجه به وضعیت دیگه، یعنی در ازای مثلا این که دوبلی که ما میگیم معمولا یه چیز باید جایگزین بگیریم. حالا مثلا فیل حریفی گرفتیم جای اصلمون، فضای بیشتر یا هر چیز دیگه. ولی در کل اینجوری هم ستون نیمه باز ایجاد میشه. باشه ستون نیمه باز سه حالت ایجاد میشن. جا مثلا ممکنه اصلا ما برسه کرده باشیم داخل 3-4 سال با تعریض شده باشه. فرق نمیکنه. آره فرق نمیکنه. چون ما مثلا با توجه به اهرم پیاده ایجاد نشده. مثلا یک سواری زده داخل یک سواری ما با پیاده زدیم چی شده؟
یه ستون نیمه باز ایجاد شده. ما ستون نیمه باز سه حالت ایجاد میشن. یا با اهرم‌های پیاده‌ای، حالا اهرم‌های پیاده‌ای مثل این بود دیگه. اگه با سوار پس بگیره یا با پیاده پس بگیره به هر حال یه ستون نیمه باز ایجاد میشه، حالا فاصله‌اش کم و زیاد میشه. اگه با پیاده پس بگیره دو تا ستون نیمه باز با یک ستون فاصله، اگه با سوار پس بگیره دو تا ستون نیمه باز داریم کنار هم. ولی با اهرم پیاده ایجاد شد ستون نیمه باز. یه حالت دیگه است، ما یه پیاده یه جا میدیم میشه، یه پیاده دیگه میگیریم. مهمه بین ستون‌ها فاصله باشه. آره تلاش فرق می‌کنه. وقتی کنار هم با دور از هم یه مقدار فاصله فعالیت ما با اون فرق می‌کنه دیگه. نزدیک هم نیستن. مثلا ممکنه داخل جناح شما حمله کنه، ما داخل جناح وزیر حمله کنیم. یه مقدار متفاوت‌تر. هر فاصله این ستون‌های که نیمه بازن دورتر باشه، یه مقدار یعنی در مقابل هم قرار می‌گیرن. اون مثلا داخل ستون نیمه باز جبهه این مقدار دور میشه اصلا. خب یکیش بعد جان اگر دو تا ستون باز کنار هم قرار بگیرن یه چی دیگه میشه دو تا ستون باز. سوال دیگه تموم شد. آره ممکنه. آره یه چیز طبیعی. مثلا ستون نیمه دیدی که وقتی تو مرکز هیچ ستونی هیچ پیاده‌ای وجود نداره میشه گفت مرکز باز. درسته؟ هیچ ستونی دو تا ستون باز در حقیقت. یکی از حالتایی که دیدیم قبلا. خب اولین حالتش این بود که با اهرم پیاده ایجاد میشه ستون نیمه باز. ستون نیمه باز تو طراحی استراتژیک خیلی اهمیت دارن. حالت مختلف شاید بشناسیم. یکیش این بود که ما یک پیاده یه طرف میدادیم، مثلا یه جای دیگه میگرفتیم، دو تا ستون نیمه باز دور از هم ایجاد میشد، با اهرم پیاده‌ای نیست. یه حالت دیگه این بود که ما پیاده دوب میشه به خاطر تعویض سوارها، مثلا یه ستون نیمه باز ایجاد میشه. یه حالت دیگه هم داره، کی میدونه؟ آنپاسا؟ نه دیگه آنپاسا رو اهرم دیگه. چرا دیگه اهرم دیگه؟ اهرم صافه. چرا اهرم دیگه عزیزم؟ بابا. یعنی هم دیگه نمیتونن بزنن. نه اون نمیتونه بزنه. کسی که نوبتش میتونه بزنه دیگه. اگه نزنه اهرم از بین میره. مثلا با پیاده بزنیم تو سوار با پیاده بزنیم تو سوار حریف. استاد پیاده مجانی بدید. من با پیاده زدم تو سوار استاد حریف. پیاده مجانی بدید. آفرین. تعریفش مثلا تو گامی ها ما یه پیاده یا پیاده هایی رو میدیم، یه سری ستون نیمه باز برای ما ایجاد میشه. استاد جان یا شاید هم چنده چون که داخل گامی دارمان مثلا ممکنه چند تا ستون نیمه باز، یک یا چند ستون نیمه باز به تعداد پیاده‌ای که میدیم ممکنه ایجاد بشه. اون حالا بستگی به وضعیت داره دیگه، خوب هست یا نه، ولی یه سری ستون نیمه باز ایجاد خواهد شد. گامبی هم اهرمه. راست گنگه اهرام دیگه. جزئی از اهرام میشه. خب پیاده اضافه داریم ما. تو اهرام‌ها که مجموعه انجام میدیم به تعدادی که ما ستون نیمه باز میگیریم حریف هم میگیره. درسته؟ ولی اینجوری نه، همینطور ما اهرام ایجاد میکنیم میزنه. این چی میشه؟ ما تعداد ستون نیمه باز ما بیشتر میشه. برای اون ایجاد نمیشه. فقط شبیه ایجاد میشه. مثلا نگاه کنید این وضعیت. بهشان اهرام هم نیست. میزنش. الان چی شد؟ یه ستون نیمه باز برای ما ایجاد شد، گامبیه. درسته؟ حالا چقدر ارزش داره با توجه به وضعیته. خوبه، بده. ولی اینجوری ایجاد ممکنه بشه. حالا مثلا توی حالت خاص هدفش ستون باز کردن پیاده دار، هدفش این نبوده که ستون نیمه باز ایجاد کنه. هدفش اینه که مثلا ترن بگیره، از این زودتر به مرکز حمله کنه. ولی به هر حال ایجاد شده دیگه. یه ستون نیمه باز ایجاد شده. آقا ممکنه پیاده رو قربانی بدیم پیاده‌هامون دوبل باشه و اون ستون واسه ما باز نمیشه. خب دیگه رفت دوب بشه ولی نیمه باز ایجاد میشه. جابجا شده. کنارش باز میشه. آره. خب کی میتونه توضیح بده؟
در حالی صحبت کردم فضا سفید بیشتر استیاد. مرسی. بچه‌ها ستون‌های نیمه باز من اینو زودتر بهتون گفتم. یه سری فضا اگه ما رو خوابونو بذاریم تو ستون نیمه باز فضا میگیریم، درسته؟ این فضایی که میگیریم به اندازه فضای جلوی پیاده حریفه. هرچی پیاده حریف پیشرفته‌تر باشه پیاده ما فضای ما کمتره. خب مثلا اینو باید بشماریم همیشه. برای ببینید فضایی که بیشتره اینا رو باید بشماریم. مثلا ما میگیم نسبت ستون دید نسبت فضا چند به چنده؟ 1 خونه، 2 خونه، 3 خونه، 4 خونه، 5 خونه. پشت پیاده 2 خونه، 5 به 2. میبر چند به چنده؟ 4 به 3. فضایی که بیشتره؟ سفید. همچنین نتیجه میگیریم فضای سفید بیشتره تو بازی. جان هم هستم. مثلا الان وضعیت قبلی فقط کافی پیاده داخل یک ستون ای بزنیم. آره دیگه هر جوری ممکنه ایجاد نه بشه. سوال بدی جواب خب بچه‌ها این پیاده هایی که ستون نیمه باز رو ایجاد میکنن وضعیتشون خیلی مهمه. اینا خیلی مهمه. اینا بهش میگن پیاده‌های مسدود کننده. مسدود کننده چی؟ ستون. درسته؟ الان این اگر کنارش یه ستون باز باشه اینا به نفع کیه؟ کسی که ستون نیمه باز داره. چرا؟ آنایتا میدونی چرا؟ مثلا نگاه کنید یه پیاده اینجاست. این ستون هم نیمه بازه. اگه این ستون باز باشه به نفع کسیه که نیمه باز داره چون این ضعیف میشه. خونه جلوش هم ضعیف میشن. خب الان بچه‌ها این تعویض نامتقارنه، درسته؟ یعنی ما زدیم با پیاده از ستون دیگه زدش. با سوار بزنش هم میشه 2 تا ستون نیمه باز کنار هم، درسته؟ خب ولی الان شد 2 تا ستون نیمه باز با 1 ستون فاصله و این ستون بازی هم وجود نداره. نسبتا رو بشمارید. برابر بشمارید چند به چند؟ 6 به 1. این چند به چنده؟ 6 به 1. اگه این بیاد جلو میشه چند به چند؟ 5 به 2. این هم بیاد جلو میشه 5 به 2. فضا برابر. درسته؟ که الان فضا برابر. چرا بهتر؟ اون بینا شاغله؟ این واریانت پانوفه. پانوف یا بهش چیز هم میگن، باتوینیک هم میگن. این در ازای این کار میکنه سفری که ما به ارتفاع عملش کم میشه که یه اهرام جدید معمولا ایجاد کنه دوباره ارتفاع عمل بخواد بگیره. ولی این پیاده ایزوله میده در ازاش مثلا فضاش بیشتر کنه. حالا کارش نداره. جایی که هستم بشین. کی میتونه توضیح بده؟ بگو. فضا برای سفید همینطوره پیاده ضعیف داره سیاه داخل از اون طرف برای این فضای بیشتری داره. آره. تو چی می‌خواستی بگی آرسان؟ مثلا بگیم که سفید فضا داره پشت 2 ستون نیمه باز. اون چند تا داره؟ 6 تا. پس نگاه نسبت فضا بچه‌ها چند به چنده؟ 3 به 4 برای سفید. برای سیاه 1 2 3 4 5 6 به 1. ولی از طرفی این پیاده کنار ستون بازه. این نیمه بازی کنار ستون بازه. یعنی خودش باعث شده که این نقطه ضعف ایجاد بشه براش. و این پیاده خودش ضعیفه. اینا رو میتونیم ما با هم بگیم مثلا تو بعد این یعنی فقط عامل نیست که بیاد جلو. خود این پیاده مسدود کننده اگر ضعیف باشه خودش هم اینم یه عامله. ولی اگه مثلا این یه مدافع داشت این ستونه بیشتر مسدود کردنش راحت‌تر بود در سیاه دیگه، درسته؟ یعنی به این فشاری هم نمی‌اومد. پس ما باید همون پیاده مسدود کننده رو در نظر بگیریم. ضعیفه یا ضعیف نیست. مثلا اگه ضعیف باشه داخل بیشتر وضعیت ممکنه به نفع ما بشه. از نظر فضا به نفع اونه
ولی از نظری که خود این ضعیفه به نفع ماه، هم خودش ضعیفه هم خونه‌های جلوش، چون که پیاده کناری نداره مثل پیاده ایزوله وزیر دیگه نمونه شد دیگه الان تعریف میشه براتون. همین پیاده ایزوله وزیر آفرین، ولی باید صفحه تو دی 4 دیدینش که پیاده سیاه میگیره. مثلا بچه‌ها بهترین حالت این که ما پیاده مسدود کننده ستون داشته باشیم و ستون نیمه باز ایجاد بشه زمانی که پیاده ما پیاده رونده حمایت شده باشه. یعنی مثلا اینجا این پیاده رونده حمایت، این پیاده ستون بسته، ستون نیمه باز ایجاد شده، اون بخواد بیاد جلوش چند تا خونه داره؟ 2 به چند؟ به 5. 2 به 5. خب جالب اینه که حتی سفید فضای پشت پیادهش بیشتره، حتی سفید بیشتر میتونه استفاده کنه از این فضا. یعنی رخ میتونه بیاد توی اینجا هم استفاده کنه، از رخی که میاد اونجا بیشتره. یه پیاده حمایت شده، رونده حمایت شده هم سیاه داره، نسبتش چند و چنده؟ 4. ما 4 تا داریم، 3 تا داره. کدومش ارزشش بیشتره؟ سی بیشتر ارزشش، چون پیشرفته تره. دوتاشون هم حمایت شده هستن به 2 دلیل. استاد اونی که حمایت شده حتی فضایی که جلوش من فضای پشتشه. آره دیگه آفرین، فضای جلوش برای ما بیشتره. این 2 نکته داره. یکی اگر پیشرفته باشه فضای حریف کمتر میشه، فضای جلو پیاده دو ستون نیمه باز. یکی دیگه این که بخواد وزیر بشه راحت‌تر وزیر میشه بعداً. بعد اگه فاصله‌اش دورتر باشه، این فضا بیشتر باشه، ما راحت‌تر میتونیم جلوشو بگیریم. به این 2 دلیل. ولی به طور کلی پیاده‌هایی که ستون بستن اگر پیاده رونده حمایت شده باشه خیلی ارزشش زیاده. میدونید پیاده رونده حمایت شده چیه تاروخ؟ پیاده‌ای که یک پیاده دفاع شده، حمایتش شده. پیاده رونده‌ای که توسط یک پیاده دفاع شده، با فیل حمایت شده، دفاع شده باشه چی میشه؟ حمایت شده؟ حمایت شده ضعیف‌تر. نه. آره. تو اصطلاحات میگن تو کلاس قبلی گفتیم پیاده رونده حمایت شدن که با پیاده حمایت شده باشه. حالا 1 یا 2 پیاده. اینا خیلی ارزش داره. این کی میتونه تو بگه چیه در مورد چیه؟ این درباره آفرین، همین گذاشته بودیم براتون. گفتیم مثلا رخ میاد کجا؟ اسمشون چی بود؟ بالا انداختن رخ. یکی از اصطلاحاش اینه، بالا کشیدن یا بالا انداختن رخ. چند تا اصطلاح دیگه دارن، من هیچیتون نمی‌کنم. جدیداً اینو میگن، بیشتر کتاب‌ها و منابع و اساتید جدید اینو میگن. ولی چند تا اصطلاح از قدیم تا الان بوده. هم چرا باید بگن جت کنه؟ به همین یاد بگیم. این ارزشش به اینه که پیاده‌های ما کمترین حرکتی کرده باشه که فضای جلو باز به نسبت بیشتر باشه. مثلا اینجا در نظر بگیریم فضای کدومش بیشتره؟ دوتاشون رخ‌ها بالا اومدن جلوی پیاده‌هامون. آسه فضاش بیشتره، 3 تا خونه. این فقط 2 تا خونه. 2 تا دیگه خودش هم میشه. بیشتر میشه. چی؟ میاد مثلا جلوی پیاده چی بیشتر. آره دیگه اونجا بیاد بیشتره. مثلا اگه این حرکت کنه باز کمتر میشه فضاش. ولی خب این دست ما نیست خیلی. ولی این پیاده خودمون دست خودمون دیگه. یعنی اگه مثلا این پیاده اگه قاصر باشه بیایم جلوش فضامون کمتره. از این حالت ما کمتر استفاده می‌کنیم. تو حالتهای خاصی هست. من اسم اون دارم مثلا اون تو آبو چجوری می‌مونیم تو آسمون پیاده پسر میشه. چرا دیگه مثلا رو سوار زدن. اومده مثلا رو زدن. چرا یه جور اومده دیگه. بچه‌ها داخل کاربرد که ما الان چه جوری ستون‌های باز و نیمه باز رو بگیریم تو کاربرداش تو جلسات بعد بهتون میگم یه راه‌های قشنگی هست مثلا وضعیت‌هایی که مرسوم نیستن ولی میشه استفاده کرد. مثلا رخ مثلا از یه عرض دور خالی میکنن از آبی میادنش داخل ستون باز. از این کارا میکنن. آره درسته؟ درسته. آره. چرا به جاش سوارا رو خاک نکنن از اونجا بیارن؟ خب چرا میگم من مرسوم نیستی، بیشتر این کاری که تو میگی میکنن. ولی بعضی موقع مثلا فرم شروع بازی جوریه که این کارو میکنن. جان میشه پول رو بزنیم بالا یا پایین؟ آجا من سر نمیدونم خود بزنی بالا میخوره. آجا من گرمه
حالا سرد تو گرمه تو مثل من یه گرمه بیزم یه شرف بالای بالا خب گرم شد اینا که دیدیم دیگه متجاوز با یکی افت میکنه گرم همین حالا دادم به شرف هستم بچه یکی از حالتهایی که ستون نیمه باز ایجاد میشد چی بود؟ اهرام ها بودن. اگه ما بزنیم با سی بزنه میشه ستون باز ایجاد میشه تعویض متقارن. تو کلاس‌های قبلی هم داشتیم. اگر با پیاده ای بزنه میشه تعویض نامتقارن. دو تا ستون نیمه باز با یک ستون فاصله ایجاد میشه. نگاه کنید. حالا تو همین وضعیت هر کی اگه بتونه ستون سی رو مثلا کامل بگیره با سوارهاش زودتر بگیره ممکنه اون نتونه بس بگیره و باعث برتری میشه. همین وضعیت متقارن نتونه. آره درسته داری دیگه. اون چیزه؟ داری نه؟ داریم خب. جزء شروع سه چهار بار. آره. اینا که من میگم شروع بازیات است. گروهی که میومد بالا میومد جزء شروع بازیات بود. اسلامی. چند بود میفهمی اسلامی. کلاس پیشرفته هست لغت آزی در اومد با لغت افیه کش آمده رفته بود آفرین ایمزایندی بود فکر کنم بازی ایمزایندی بود که شما جای استاده فکر می‌کردید آفرین یه شروع بازی بلد رو تمام بازی خب. من دفاعش باشه این همچین وضعیتی میخوام بچینیم سوار سنگین فقط تو بازی هم یکی از وضعیت جالبه من الان میگم مثلا قدیما فکر میکردن چجوریه من امروز خودم بررسی کردم توسعه‌اش دادم براتون که با ابتکار اول مرتبط بشه بچه‌ها این وضعیت نوبت سیاهه سیاه چیکار کنه؟ نه وزیر وزیر دهم بابا وزیر دهم بچه فرق نمی‌کنه ما یا باید رو 3-8 کنیم یه وزیر دهم یا وزیر بذاریم ده7 یا بهشیش ده7 بهشیش برای چی؟ که این خونه رو کنترل کنه بهشیش هم میشه ولی ما میگیم این بحث این ستون هست ما اگه بذاریم ده7 اگه وزیر بذاریم ده2 مثلا نگاه کنیم ما سریع ستون رو پس بگیریم مگر مشکل ایجاد میشه برامون مثلا وزیر میذاریم ده7 بعد یک از اونها رو میارم تو ستون سی همه رو تعویض میشن فرق نمیکنه حالا اون موقع چون که اینجا احتمال باز شدن ستون‌ها کمتر بود اینجا باز نیاز به حمایت شاید داشته باشه دو تاش اندازه است بالاخره راه تعویض خواهند شد من باشه رو خیلی میارم یه بحث جالبم که داریم همینه کدوم رو کجا بذاریم یه جلسه کامل میخوام بذارم بر همین یه چیز سخته یه موضوعی که خط استادا هم ممکن اشتباه کنه این مثالای زیاد براتون میارم از بازی استاد بزرگا قهرمانان جهان که اشتباه کردن و درست انجام دادن که کدوم رو کجا بذارن این مقدار این مهمه تو بهش چیکارمون داری خب بچه‌ها رخ اگه تو رخ هم بزنی میزنید برمیگرده ستون رو پس میگیره اتفاق خاصی نمیافته ولی همین وضعیت ما نوبتی بدیم به کی؟ سفید این خیلی مهم شد دیگه بچه‌ها راه چیه ما این ستون رو بگیریم؟ آرسان درست میشه تکون نخور دیگه صندلیت کار داره؟ خب آره بچه‌ها رخ 33 یا رخ 35 دو تا عامل مهمه دو تاشون خوبه این دو تا خونه دو تاش خوبه دو تا عامل خیلی مهمه وقتی ما میخوایم تمام سوارهامون رو پشت سر هم بذاریم دو تا رخ حتی وزیرم ممکن بیاد کمک ستونه بگیریم بعد رخمون جایی بره که پیاده خودمون حمایتش کنه و یه نکته دیگه این که فضای کافی پشتش باشه برای سوارهای دیگه‌مون برای سوارهای سنگین دیگه‌مون مثلا رخ مثلا اگه بذاریم 3-2 بعداً دیگه دو تا سوار نمیتونیم بذاریم پشتش
ولی اگه بزنیم 33 یا 35 میتونیم این کارو بکنیم. اگه بزنیم 35 حمله کنه اشکال نداره. میتونیم باز برگردیم. تازه خونه سریش هم ضعیف شد. یعنی زیاد اشکال نداره. مثلا ما الان میذاریم مثلا 33 فرق نمیکنه. دو تاش یه اندازه من بررسی کردم. الان برتری سفید میشه. رخ 8 کنه. رخ 38 ردیف 32. بزنه ما میزنیم دیگه وضعیت. بزنه ما میزنیم. اومد بالا دوباره رخ 31 ستون 30 رو میگیریم. حالا ببین چه کار باید بکنیم با این ستون 30. نمیتونه دیگه. بچه‌ها ما همین عامل که اون یه حرکت عقب‌تر بود رخ گذاشتیم 33 کل ستون رو گرفتیم. الان تعویض میشه مثلا الان طبق روالی که مثلا قدیم میگفتن اینجا برتری مختصر سفید منم قبول دارم ولی میگفتن قابل دفاعه. مثلا میگفتن چی؟ مثلا اینجا سفید میاد مثلا H6 میکنه سیاه چیز منطقیه دیگه ها. سفید هم مثلا میاد H3 میکنه. اگه میگفتن اگه وضعیت بیاد 37 اون چی کار میکنه؟ رخ 38 میزنش کن. یا اتفاقا من زنیم ستون گرفته برای همین دیگه. بچه ارزش این از ستون ها اومدن از ستون ها نفوذ کردیم تو عرض هفت تعریف. عرض هفت تعریف بگیریم خوبیش اینه که به پیاده‌ای حمله می‌کنه که از هم دفاع نمی‌کنه. و ممکنه الان چیکار بکنه؟ خب مثلا تو منابع قدیمی نوشته رخ 8 بچه‌ها گفتن رخ 8 الان الان تو منابع قدیمی نوشته کار سفید سخت میشه. ولی بدونید این برنده است. یعنی برتری خیلی زیاد میگیره سفید. چجوری فکر می‌کردن اگه بزنه با رخ میزنه همیشه دفاع شده. ولی نه نکته داره. مثلا ما H3 می‌کنیم. خب یک راهی باز می‌کنیم دیگه. حالا الان نکته اینه که این زیر ضربه فوقش اینه که منتظر بمونیم ما بزنیمش دیگه. ها مثلا بیاد مثلا J6 بکنه ما حتی بزنیمش هم برتری با کیه؟ سفیده. چجوری؟ این روخه بچه‌ها همین دو خونه رو داره. ظاهراً هم جاش خوبه داره دفاع میکنه ولی همین غیر فعال بودن باعث برتری سفید خواهد شد. حالا یادتون میدم چجوری. الان مثلا داخل این بررسی خودمه نشون میفهمیم که کسی که مثلا غیر فعال بشه چجوری میشه وضعیتش. هنوز این تو آخر بازی هم دو کار من خیلی مهمه. خب اینا برمیگردم. بچه حرکت خوب اینجا این نیست که بیافتیم تو دفاع. یادتون باشه اگه کسی تو دفاع بیفته مشکل میخوره. بعد بیاد فعال بازی کنه. هم بازی متقابل یا حمله متقابل. همچین کاری بکنه بازی برتری بسیار مختصر کیه؟ سفیده. چون که ما حمله داریم میکنیم و خوش اینه بگیم یک دیگه میکنیم. آسه بکنه مثلا وزیر میزنیم بده. همینطور حمله میکنیم. اگه بخوام بیفته تو دفاع آخرش مراعاتون چی میشه؟ بد میشه. یعنی تو گیر میافتن. غیر فعال میشه. و حریف ابتکار عمل بگیره همینطور منتظر ضربه حریف باشید. حالا چند تا عامل خیلی خوب داریم امروز میخوام نشونتون بدم. که تو این وضعیت نباید غیر فعال بازی کنیم. نمیدونم رخ 8 قدیم گفتن خوبه. ولی من الان نشون میدم که خوب نیست. مثلا شما برید کنار آچار. اصلا اگه بزنش چی بزنه؟ آچار بزنه رخ میزنی. پیاده میگه. بعد اینکه هیچ وقت نمیتونه بزنه. بعد منتظر بمونه ما بزنیم. چون پیاده میگه. تو عرض هفت. مثلا F7 و مثلا با اونم نگه تو عرض هفت دیگه نمیتونه بلند کنه. مجبور از به 8 دفاع کنه حتی اگه این دفاع داشته باشه. اونم یه مدل نشونتون میدم. بی برتری بزرگی. نکن هم به فضا میگیریم به اندازه کافی این راه مثلا یکی از راهایی که میشه برتری گرفت. نکن هم تو شامون میاد نزدیک الان دیگه رخو میزنیم. این تو منابع قدیمی نیستا. برید ببینید کسی که غیر فعال بازی کنه اینجوری میشه. ما عرض هفته گرفتیم. الان چه کار میکنی؟ نه شام نزدیک میکنی. شام نزدیک میکنی یا حتی بهتر F3 ایشون. مثلا شام نزدیک میکنی. آن یکیش هم میگی مثلا شام نزدیک میکنی. الان چه کار کنی؟ نه این اون فعال میکنی. نه ستون نباید بدیم. F3 بعد ایچار کردید به جایی نمیرسه. شام رو باید نفوذ کنی. شاه 33 خوب آفرین.
باری کلا تو استاد این چهار آنایتا از کجا؟ از بهش از به 5 سلام به 5 میکنه شوهای نفوذ میکنه میبره این نتیجه غیر فعال بازی کردنه این میشه باز ما چیکار کنیم نفوذ کنیم به موقعیتش میبره الان کی میبره سفید راحت میبره دیگه میاد این هم میره اینو وزیر میکنه استاد اگه به جای خب این 5 مدت معلش نمیذاره ولی کار خوبیه بیاد مثلا بزن از این ور تو بازی آره استاد اگه به جای اینکه شما از برسه بیاریم داخل جنرالشی تو جنرالش ها چیزی رو نمیاد نه چون اولا اینکه شاهش هست دوم اینکه پیاده دور رونده دور قرگیه شاه اون نمیتونه بیاد ولی شاه ما اومده بچه یه توصیه کلی هر موقع وضعتون بد شد تو این وضعیت ها یکی دو تا پیاده هم دادیم مهم نیست رختون رو فعال کنید ممکن جبران بشه الان نشونتون میدم چجوری با حرکت بهش بچه این وضعیت ها رو نگاه کنید مثل همون قبلی یه تفاوتی داره پیاده ها حرکت کردن اینجا هر کس نوبتش باشه برتری میگیره رخصت یه پایگاه میگیره بعدش تمام فرصت داره تمام سواراشو بیاره تو ستون سی بعدش هم برای چه کار کنه تو ستون سی دیگه این تو عرض 7 میگم مثلا اگه زد داخل خودش بزنه اگه زدش به ضرر برتری سفید بیشتر میشه با دی میزنه دیگه یه پیاده رونده حمایت شده ایجاد میشه بچه‌ها اگه بزنه بدتر میشه بگم این پیاده رونده داره فقط یه کانتیت داره تا بخواد بتونه چیکارش کنه روندهش کنه تازه حمایت شدن نیست ولی یه برتری پایداره اینجا برتریش کامل میشه استاد اگه با بی بزنه با بی هم بزنه برتری داره کم میشه خودم رونده براش درستش خب پس مجبوره چیکار کنه؟ تحملش کنه برتری مختصر میمونه باید دیگه تحمل کنه دیگه یه جوری برداره بذاره کنار یه جوری بازی کنه ولی سخته واقعا در عمل خیلی سخته جلو اینا رو بازی کردن چون کلی ستونستی داره جان استاد مثلا اگر پیاده توی بدو بود سیستم میشد بیاریم آره میشه نه سیستم هم میزنش نگاه کن اگه داخل سیستمی آوردیم میزنش بعد دیگه چی میشه؟ اون ضعیف میشه تازه ولی هم موقع هم 3-5 میتونستیم بیاری بعد D4 سیاه میتونه یه طرح بره که با ولی D6 و A5 ولی ستون سی رو دیگه دایره بعدش دستش میده بعد D6 میکنه بعد A5 بچه تو این وضعیت هم اگر بود باز رخ 3-5 خوب بود اینطوری که آنایتا میگه بازم چی خوب بود؟ باز رخ 3-5 باز اگه بزنه هم وضعیتی میشه تقریبا بعدش به 4 بعدش اگه تو دفت شد به 4 هم میکنه شما میخوای A5 کنی این نظر خوبه میخوای حمایت اینو ضعیف کنی ولی دستش نمیزنه بعد این هم ضعیف میشه باز A5 رو نمیزنه مثلا میزنه داخل به هم یه دفاعش کنه بعد این کار کنه تو ستونسی تأثیر نداره خب این وضعیت ببینید بچه‌ها ما به طور کلی ما رخ‌ها باید نفوذ کنن ستون سی به تنهایی ستون‌های باز به تنهایی به درد نمیخورن بعد بتونیم نفوذ کنیم یا حمله‌های ماتی ایجاد کنیم مثل این تو عرض 7 تا 8 یا نفوذ کنیم تو عرض 7 که دیدین چیکار کردیم آره مثلا این وضعیت الان این رخ فعال‌تر یا این بچه‌ها این خیلی مثال خوبیه ها خیلی مثال خوبیه خوب دقت کنید الان این رخ چیه فعال‌تره سفید برنده است سفید چیکار کنه؟ جشن آفرین بچه ما تو ستون تو عرض 7 چند تا خونه داره؟ دو تا خودش رو با این دو تا یعنی اگه تو حالت عادی باشه نود سیاه باشه چیکار کنه؟ جشن بعد شاه میرسونید نگاه کن الان من نود سیاه رو بعد میارم جشیش میکنیم که وقتی زدش شد 3 تا خونه دیگه شاه نمیتونه بهش حمله کنه چرا حالا سیاه جشیش کنه که اون ما جشیش نکنه استاد میتونیم بکنیم کنیم من الان برمیگردم نوت سیاهش میکنم نگاه کنم چی میشه بچه سیاه الان اگه جشیش کنه بازی مساویه شاه رو میرسونه به D8
بعدش یه رخ که بلند شد شانه میذاره یه ستون پس میگیره اصلا ستون هم پس نمیگیره ستون اش پس میگیره رخ شاهزاده بازی چیه؟ مساویه متعادله سیاه برنده چطوری برنده است؟ کسی قرار شه برنده باشه و سفیده. خب ببین سفید چطوری میبره؟ بچه نگاه کن این خیلی مهمه نگاه کن خیلی دقت کنید جه 6 میزنه با شام یه نفوذ میکنه مثلا به 5 میکنه ما چیکار کنیم؟ شاجی 5 بیچار کنیم بیچار آنایتا میگه رخ ای هفت تو چی میگی؟ بیچار میگه راشو ببندین بعد این کار کنین ها؟ بیچار شما چی؟ شاجی 5 شاجی 5 دیگه شاخی هم رخ ای هفت شاخی هم شاجی 5 چرا بیچار نکنیم؟ راشو ببندیم راحت بعد نام بکنیم یه آ5 هم نکنه 3-5 هم نکنه نه خب اول اینو 3-5 میکنه نه خیلی 3-5 میکنه و چرا میگه بیچار کن بچه نکته اینجاست اگر ما بیچار بکنیم بازی متعادل اصلا 5 کنه نگاه کن جالبه پیاده میگه چی هم حالا فهمید شاید برسه اینجا که شما پول بخورید نزدیک‌تر به خدا نزدیک بیاره اگه اینجا بود شاید بیچار نمی‌کنه اصلا نمیذاری خب نگاه کنید شاجه 5 درسته راحت‌ترین راهه اگه گذاشتیم شاید بعد بذاره چی؟ اشتم اشتم هم بعد بذاره الان بیچار کنیم ای هفت بهترین حرکته خب نگاه کن اگه بیچار کنیم بازی متعادل میشه میاد نگاه کن اولین کاری که سیاه میکنه به پیاده‌هاش فکر نمیکنه میاد رخش رو فعال میکنه این خیلی مهمه رخ فعال بکنید احتمال مساوی زیاده 35 بازی متعادله شما این هم بزنید میزنه و همه رخش نفوذ میکنه یه پیاده هم عقب باشه رخ فعال دیگه داشته باشه جبران میکنه یه موقع اصلا خواهد بیاد داخل جلو مثلا راستی حالا چیکار کنه؟ مادی نه میشه نه نه راه رو باز کنه سردن کدوم سریع‌تر؟ خب پس ربعی 7 درست بود باز هم باید این چیکار کنه؟ بعد ول کنه پیاده رو بچه دقت کنید بعد پیاده رو ول کنه تا ابد نباید منتظر بمونید یه توصیه قبلش هم بهتون گفتم اینه که شما وقتی که وضعیتون غیر فعاله تو این وضعیت‌ها رخ فعال کنید نه که یکی دو تا پیاده هم بدید رخ فعال کنید خیلی شانس مساوی پیدا می‌کنید خب نه بعد رخ فعال کنید دیگه از اینا دیگه برید بچه الان ما رخ بزنید توی 6 یا بزنید توی 3-7 آره اونجا زده اگه بزنید توی 3-7 میاد فعال میکنه بازی باز برتری سفید خیلی کم میشه اگه یه شیشه بزنید نکته داره بعدش میشه 3-6 دیگه برتریمون بیشتر جیب شیشه چرا نزد؟ اگه بزنه تو کیش میده رو خودش رو بگیره کیش میده رو نه خودش کیش میده رو میخواستی ببری بچه‌ها ستون‌های دقت کنید ستون‌های بازی که ستون‌های نیمه باز به این علامت دخل نمیشه حیفه فکر می‌کردم برسم بگم طرح‌های ستون‌های نیمه باز می‌خواستیم بگیم بچه‌ها ستون‌های نیمه بازه که کنارش ستون بازه خیلی ارزشش بیشتره چون کنارش پیاده نداره مثلا خونه‌های جلوش ضعیفن خودش هم حمایت نداره مهره مسدود کنندش ضعیفه مثلا این وضعیت بچه چند تا ستون نیمه باز داریم؟ خب ستون نیمه باز سی چند تا نسبت چنده؟ 5-2 اون بر چی؟ 5-2 این وزن کارسپاده دیدین؟ دیدین سفید یکم بهتر هم میشه؟ آره چرا؟ چون که میتونه 2 به 3 حمله اقلیت ایجاد خب اونم میتونه که باز کنه میخوام ما ستون نیمه باز ایجاد کنه اونم میتونه پس چرا؟ اون که بلوکش کنی نه با چون پیاده بیرون میریم فضامون ندیش ما یه پیاده بیشتر تو مرکز داریم یه پیاده بیشتر تو مرکز چون بشنو. ستون باز میشه کنارش
نه چی میگی؟ در مورد اگه شطرنج معادلان ستون باز ایجاد کنیم چون که برایش روی ستون نیمه بازه. بابا ما دو پیاده تو مرکز داریم. استاد یه تم جلوه. نه ما به اینایی ماندیم ضبط شات ضعیف میشه. آفرین ما وقتی که به اشار کنیم ما اگه به اشار کنیم بچه اولی که بگم امروز اصلا این وضعیت وضعیت نیست. ها ما نمیتونیم اشار کنیم چرا؟ چون هر وقت بزنش ما کار پذیرایی نداریم هر وقت بزنیم پیاده چی میشه؟ ایزوله میشه حتی اگر افسه کنیم اگه اونم سرپنجش سخته چون پیاده دی اگه تعویض بشن ایزوله میشه تنها میشه سخت میشه ضعیف میشه اگه این وضعیت F3 هم بکنیم بعد از تعویض یه زوجشی داریم آویزان کلی سوارم تو بازی ها همین هم خیلی توصیه نمیشه بعضی حالتهای خاص توصیه میشه که خیلی حمایت داشته باشن اینا خودشون هم میتونن ضعیف باشن هم میتونن قوی باشن اگه خیلی حمایت شده باشن میتونن قوی باشن در موردش صحبت کردیم بعدا چون ناپایدارن مثل کارستاد با تو کارستاد مثلا آره چون این مثلا یا مجبورین برونیمش یا بهش حمله میکنین زوجه از بین میره و نقاط ضعیف و خونه‌های ضعیف و اون پیاده که میمونه ضعیفه پابرجا میمونه بستگی به این داره که ما جاش ابتکار عمل بگیریم با فضایی که میگیریم یا نه پس اینم خیلی توصیه نمیشه تو همه حالت‌ها همینجور اگر اون به 6 گانه یه زوج آویزان براش ایجاد میشه و میشه اینا باعث هم هدف حمله هستن خب پس نگاه کن طرح اصلی اینجا اینه طرح اصلی که به 4 کنیم بعدش ما میخوایم چیکار کنیم به 5 کنیم یه ستون باز ایجاد کنیم کنار ستون نیمه بازمون اگر ما تونستیم این اهرم رو ایجاد کنیم ایجاد اهرم خیلی مهمه اگه این اهرم ایجاد کردیم حتما یه سری نقاط ضعف براش ایجاد خواهد شد حالا میگیم چجوری حالا اونم مثلا بیاد میگه میخواد چیکار کنه میخواد چیکار کنه F5 کنه درسته نکتهش اینه اگه اون خواست ما آچار کردیم خواستیم ما آچار کردیم آ6 کردیم آچار میکنیم دوباره میخوایم چیکار کنیم F5 کنیم اون اگر بخواد بیاد پیاده F رو برونه حالا کار نداریم داره میزنش فرض کن رو پشتشه اگه ما G3 کردیم به کمک چی نیاز داره به پیاده G پیاده G برونیم پیشا ضعیف میشه نکتهش اینه برای همین حرکات پیاده تو جناحی وزیر راحت‌تره این اهرم‌ها رو ایجاد کردن اینجا اگه بخواد اهرم‌ها رو به صورت مثلا اصولی ایجاد بکنه که یه ستون باز ایجاد کنه مجبور پیاده جی هم برونه و این شعاع ضعیف میشه به خاطر همینه که این ساختار برای سفید ابتکار عمل بیشتری داره جان اگه ما بخوایم پیاده‌مون رو برپنج کنیم با یه ستون بازم برای رو خون ایجاد آفرین درست خب اگه شامل بزرگ رفته باشی باید پیاده جنشان اصلا رفت شاهر بزرگ نداری آنها تو این وضعیت دو شاهر بزرگ نداری خب بچه نگاه کنید پس فهمیدید چی شد الان به این میگن حمله اقلیت بچه با دو تا پیاده یعنی اقلیت در سه یعنی اون که کمتره مثلا با دو تا پیاده به سه تا پیاده حمله می‌کنی جان کلاس هم تمام درس کلاس بعدی داری وقت می‌گیری جان تا بخواد بیاد این زودتر زده خطرناکه خب بچه پس این ما میزنیم حمله اقلیت رو برای جلسه بعد خیلی در موردش صحبت می‌کنیم همین عاملی که آرتمیس هم گفت آ6 بکنه یه ستون باز میشه این جزء عاملاشه حالا بیشتر در مورد این جلسه بعد بیشتر صحبت می‌کنیم سوالی چیزی ندارین؟ یه استراحت کنید تا کلاس بعدی خسته نباشید من تو کارستاد با سینه 2000 استاد خاموشی شد